اگر واقعا از شرایط مالی و زندگیت خسته شدی، بدون هیچ عذر و بهونه‌ای تموم افکار منفی تو بریز دور و این ویدیو رو تا آخر نگاه کن. چرا؟ چون میخوام تو این ویدیو یه ارز دیجیتال بهت معرفی کنم که بری بخریش، طی 2-3 ماه آینده یه سود توپل ازش بگیری و مشکلاتتو باهاش حل بکنی. سلام بیت کلی، امیدوارم حال دلت عالی باشه. من کوروش شیرخشتی هستم و اینجا هم کانال خودت بیت کله. عزیزای دلم، امروز میخوام یه ارز دیجیتال بهت معرفی بکنم که دقیقاً عین ریپل خفنه و میتونه سودای خیلی خوب بهت بده. فقط اول ویدیو میخوام بهت فاندامنتالش رو توضیح بدم، بعد میریم با هم توکنومیکسش رو چک بکنیم، سرکولیشن ساپلایش رو، و در آخر میریم روی چارت تریدینگ ویو تا واسه تحلیل تکنیکال انجام بدم و بگم روی چه قیمتایی میتونی بخری و تارگت چند ماه آیندت چه اعدادی میتونه باشه. فقط دوستایی که میخوان درآمد دلاری ثابت داشته باشن، از بازار درآمد دلاری داشته باشن به صورت ثابت و رایگان، حتما کانال تلگرام ما رو داشته باشن. اونجا بهتون سیگنال رایگان معرفی میکنم، NFT رایگان معرفی میکنم، فریمینت معرفی میکنم، کلی خدمات رایگان که بتونید درآمد دلاریتون رو فعال بکنید. لینک کانال تلگراممون رو این پایین واسهتون میذارم، داخل دیسکریپشن مینویسم و داخل کامنت اول پین میکنم. و دوستایی که خودشون میخوان ترید داخل بازارهای مالی رو یاد بگیرن، خودشون میخوان ماهیگیری رو یاد بگیرن، میخوان مثل اون تریدره بشن که توی مؤسسات بزرگ دنیا داره ترید میکنه، نه این رویا فروشا، حتما پیج اینستاگرام ما رو داشته باشن. چرا؟ اونجا بهت اقتصاد کلان یاد میدم، فاندامنتال یاد میدم، آنچین یاد میدم، تکنیکال یاد میدم، مدیریت سرمایه یاد میدم، کلی دیتا خفن بهت میدم که بتونی هر جای دنیا از این مارکت پول در بیاری. لینکش این پایین واسهتون میذارم، داخل دیسکریپشن مینویسم و داخل کامنت اول پین میکنم. دوست داشتی فالو کن، خیلی کمکت میکنه. الان وقتشه که بریم تحلیلمون رو شروع بکنیم. ارز دیجیتال استلار یکی از قدرتمندترین سیستم‌های پرداخت دنیا، دقیقاً کاری رو داره میکنه که ریپل میکنه. خب به همون اندازه قدرتمند و رقیب ریپل تو این حالا تو این حوزه‌ای که داره فعالیت میکنه. هدفش اینه که انتقال‌های بین بانکی بزرگ دنیا بیان از استلار استفاده کنن، یعنی انتقال‌های مالیشون رو بیان با کمک استلار انجام بدن و تا حدودی هم موفق بوده. چرا؟ بچه‌ها فوق‌العاده امنیت زیادی داره این شبکه که حالا اگر بخوام بحث امنیتش رو باز کنم بعد بریم روی معماری شبکه که خیلی تخصصی میشه، وقتتون رو میگیرم و هزینه تراکنش رو بسیار پایینه. یعنی بانک ها وقتی میخوان یه پولی رو بزنن حالا به یک بانک دیگه از استلار استفاده کنن، هزینه تراکنش خیلی پایینی واسه شون میفته و به صرفه است برای بانک ها و سرعت تراکنش ها شدیداً بالاه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر مثلا بخوای مثلا پول فیات جابجا کنی، شاید چندین ساعت از یه بانک مثلا توی آمریکا مثلا میخوای بزنی قبرس چندین ساعت طول بکشه، ولی با استلار در عرض چند دقیقه این کار انجام میشه و تا الان هم موفق بوده، دقیقا مثل ریپل. و خیلی از بانک ها الان دارن از استلار، بانک های بزرگ از استلار استفاده میکنن. اما مدیر عامل یا همون طراح شبکه کی بوده؟ طراح شبکه استلار آقای مک کالب، یکی از بنیانگذاران صرافی MT و پروژه ریپل که سال 2014 به دلیل یک سری هم مشکلات و اختلاف نظر از تیم ریپل جدا شد و اومد 2014 پروژه خودش یعنی استلار رو راه اندازی کرد. نها کن مدیر عامل یا همون طراح ارز دیجیتال استلار خودش سابقه قبلی توی یکی از بزرگترین بلاکچین های دنیا یعنی ریپل رو
داشته و از این لحاظ از ما تیکه تاییدو میگیره و خیلی هم موفق بوده. پروژه خفنی را انداخته. بچه انقدر این پروژه خفنه که تایید تراکنش ها بین 3 تا 5 ثانیه طول میکشه. ببین سرعت شبکه چقدر زیاده و مقیاس پذیری شبکه چقدر زیاده. البته پروژه‌ای هستن که تایید تراکنش ها و سرعت ها از استلار بیشتر باشه یه مقداری، ولی استلار هم از این لحاظ تو رتبه بسیار مناسبی قرار گرفته. تا اینجا ویدیو متوجه شدیم از لحاظ فاندامنتالی استلار به چه درد میخوره. اوکی، الان وقتشه که با هم بریم توکنومیکسش و سرکولیشن ساپلایش و توتال ساپلایش رو با هم دیگه چک بکنیم، ببینیم تورمی نیست یا نه. اونجا تایید رو گرفتیم، به امید خدا میریم روی چارت تکنیکال تا نواحی ورود و تارگت چند ماه آینده رو خدمتتون عرض بکنم. روی سایت کوین مارکت کپ که سرکولیشن ساپلای و توتال ساپلای ارز دیجیتال استلار رو ببینیم. بیت کوین 95000 دلاری، اتریوم 3360 دلاری و ریپل 2 دلار و 18 سنتی. بریم که استلار رو یه نگاه بکنیم. استلار الان 35 سنته. توی 24 ساعت گذشته 6% اصلاح داشته، تا 7 روز گذشته 10% ریزش و مارکت کپ 10 میلیارد و 899 میلیون دلاری و حجم ولیوم 325 میلیون و 868 هزار دلاری. بچه ولیوم 24 ساعتی یعنی چی؟ یعنی اینکه یعنی کل معاملات خرید و فروشی که داره روی حالا استلار انجام میشه 325 میلیون دلاره. بزنیم روش، بریم بحث اصلیمون رو ببینیم. نکته‌ای که میخوایم ببینیم رو ببینیم. خب اینترنت ضعیفه. خب حالا بچه توتال سابلایش رو ببینید. در کل ما 50 میلیارد عدد توکن چی داریم؟ توکن استلار. سرکولیشن سابلایش 30 میلیارد عدده. یعنی چی؟ یعنی سرکولیشن سابلای یعنی 30 میلیارد عددش در گردش این توکن ها. خب 20 میلیارد بقیهش حالا یا دست سرمایه گذارای اولیشه یا دست تیمشه. این 30 میلیارد در گردشه، یعنی همین توکن هایی که من و شما میخریم، دست من شما هولدرها. بعد حالا فاصله این دوتا رو بسنجیم. یکی از نکاتی که ما باید همیشه مد نظر داشته باشیم بچه‌ها، این ارز غیر قابل استخراجه. خب 50 میلیارد عددم ازش نیست، 30 میلیاردش هم عرضه شده. یعنی فکر میکنم 80% اگه بخوایم درصد بگیریم عرضه شده و عدد بسیار مناسبیه. البته ما باید یه سری نکات دیگه هم چک بکنیم. مثلا میگم آزادسازی توکنش و توکن سوزیش. زمانی که آزادسازی بخواد بشه این 20 میلیارده، یعنی فاصله 30 تا 50. خب بعد آزادسازی بشه دیگه. ببینیم این 20 میلیارده چه کسی میخواد آزادسازی بکنه و چه تایمی از بازار میخواد آزادسازی بشه و چه حجمی میخواد آزادسازی بشه. اینا خیلی تاثیرگذاره. اگر حجم زیادی باشه، تو دوران نزولی باشیم، سرمایه گذاران اولیه باشه، طبیعتاً ریزش خوبی خواهیم داشت، یعنی ریزش شدیدی خواهیم داشت. ولی اگر حالا تو آلت سیستم باشیم و شرایط مناسب باشه و سرمایه گذاران اولیه نخوان آزادسازی بکنن، اوکی همه چی. اینا باید پویا چک بشه. ولی در کل شرایط تورمیش، سرکولیشن ساپلای و توتال ساپلایش مناسبه و فاصله FTVش هم با مارکت کپ هم نسبتا مناسبه و از این لحاظ تیک مثبت از ما میگیره. الان میریم روی چارت تکنیکال تا براتون تحلیل تکنیکالش انجام بدم، بگم رو چه قیمتی بخرید و روی چه قیمتی بفروشید. سلار به USDT هستیم. تایم فریم روزانه. بریم یه تحلیل و بررسی داشته باشیم، ببینیم تا چه قیمت هایی میتونه اصلاح داشته باشه و تا کجا میتونه رشد بکنه.
از چند روز گذشته بچه یه چی هلوش چند درصد 45% تا الان اصلاح قیمتی کرده، ریزش داشته و یه جورایی فرصت خرید داده و اینجا میتونم بگم یه ترند لاین نزولی درست کرده. اینجا و تا زمانی هم که ما پایین این ترند لاین باشیم فعلا میتونیم اصلاحات بیشتر به نظر من. البته الان اینجا رو که نگاه میکنم یک ناحیه حمایتی بسیار خوبم داریم اینجا. بین 30 تا 35 سنت یه ناحیه حمایتی بسیار خوب داریم و اینجا میتونه قیمت به نظر من بک بخوره به سمت بالا و به امید خدا این ترند لاین رو ما بشکنیم. اما اگه بخوام یه ناحیه دیگه واسهتون بکشم که کامل احتیاط کرده باشیم اینجاه. بین چه عددی؟ بین 18 تا 22 سنت. پس ما باید چیکار کنیم؟ خب اینا رو گفتم که به اینجا برسیم دیگه. میایم یک پله از پولمونو خب بین 30 تا 35 سنت میذاریم و بین این قیمت میخریم. خب بین 30 تا 35 سنت. قسمت دوم یعنی 50% دومو میایم روی قیمت های 18 تا 22 سنت اوردر خرید میذاریم. اگر به این سبک خریدی که برد کردی، اگر نخریدی نیایی به من فوش بدی چون که به حرفم گوش ندادی. اوکی این از این. خب حالا تارگتش چه عددی میتونه باشه؟ بریم بچه‌ها بریم از سقف قیمتی اصطلاح رو ببینم. سقف قیمتیش بیشترین قیمتی که دیده 80 سنته، ولی از لحاظ حالا فاندامنتالی به نظر من شرایط مناسبی داره و امسال میتونه قیمتای بیشتر رو ببینه. بذارید من تایم رو کوچیک‌تر کنم. بچه قیمت هایی که از نظر من میتونه ببینه میایم فیبوناچی رو میندازیم از کف سقف قیمت هایی که میتونه ببینه سقف قبلی خودش یعنی 80 سنت، قیمت جدید $1.17 تا $1.70 تا 73 سنت. برنامه چیه؟ باید چیکار کنیم؟ بچه 80 سنت رسید 30% سرمایه خارج میکنیم. $1.17 رسید 30% دیگه و از مسیر $1.17 تا $1.73 30 خورده درصد مابقی رو خارج میکنی. اگر اینجوری خریدی و اینجوری فروختی بدون شک سود خوبی میکنی. خب از همینجا تا $1.73 میشه چی هلوش 5-6 برابر. اگر اینجوری خرید اینجوری فروختی سود میکنی. اگر نه دیدید بازار چجوری ریزش کرد؟ دیدید 10 برابرش جوری ریزش میکنه که هم سود تو میگیره هم اصل سرمایت میای ببینی یا شده 1/5. پس لطفا به حرفم گوش بدید. امیدوارم این ویدیو استفاده کرده باشید. سابسکرایب یادتون نره.
تو دوران حساسی از بازار هستیم، کلی میتونید از بازار سود بگیرید، به ما انرژی بدید تا بتونیم ویدیوهای خفن‌تر، ارزهای خفن‌تر بهتون معرفی بکنیم. دوستتون دارم. شاد و پیروز و موفق و پرپول باشید.